میگم که بیشتر از 50% ارومیه کرده و ما ساکن خود ارومیه هستیم. و تغییر دموگرافی در واقع در جنوب لبنان که بعدا در حین جنگ این تقریبا با شروع جنگ معلوم شد اصلا نیت تغییر دموگرافی کامل هست که نیروهای منتصب یا مردمی که در جنوب لبنان هستند یک رابطه مذهبی با حزب الله دارند اینا کوچونده بشن از سوریه، مانند اون چیزی که در بعد از 1967 پیرامون فلسطینی ها در جنوب لبنان اتفاق افتاد. همین طرح پیرامون مسئله شیعه لبنان در جنوب لبنان مد نظر بود. دقیقا همون طرح قبلی که پیرامون فلسطینی ها اجرا کردن، فلسطینی ها را وادار کردن از جنوب لبنان خارج بشن، در مخیم های گوناگونی در لبنان، اردوگاه های لبنان، اردوگاه های سوریه و اردوگاه های دیگری در جهان عرب توزیع بشن و حتی عرفات مرکزیتش رو مجبور بشه از لبنان منتقل بکنه به تونس، به مغرب، در واقع اداره آواری ایجاد. همین ذهنیت پیرامون شیعه لبنان وجود داشت. این حفره امنیتی فقط در نفوذ و گرفتن اطلاعات نیست، در جهتگیری به تصمیم سازی ها هم گاهی هست. نقطه اوج مهاجرت ها مربوط به سال 1370 است. با عبور سیل آوارگان از مرزها، جمعیت شهرها و روستاهای استانهای مرزی یکی پس از دیگری تا چندین برابر جمعیت اصلی خود افزایش می‌یافت. به عنوان مثال، پناهجویانی که اکثر آنان از مرز حج عمران وارد استان آذربایجان غربی شده بودند، ابتدا در دو شهرستان‌های سردشت و پیرانشهر جای گرفتند و رفته رفته در مناطق شهری و روستایی شهرستان‌های بوکان، مهاباد، سودوز، گشنویه و حتی برخی مناطق روستایی میاندوآب و شاهیندژ یا ساینگالا نیز جای گرفتند. بنا به گزارش کمیسریای عالی پناهندگان سازمان ملل، جمعیت شهر سردشت که در آن زمان حدود 20,000 نفر بود، طی چند روز به 150,000 نفر رسید. همچنین پیرانشهر نیز با جمعیتی 30,000 نفری بیش از 100,000 نفر را در خود جای داده بود. مقامات جمهوری اسلامی ایران از جمله هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور وقت، نگرانی‌های امنیتی خود را پنهان نمی‌کردند. آنان می‌دانستند که در بین آوارگان کرد هزاران نفر از پیشمرگ‌ها و اعضای سیاسی احزاب کرد نیز حضور دارند. این مسئله می‌توانست در آینده برای خود رژیم ایران نیز مشکل ساز باشد. از این رو در تلاش بودند تا آوارگان را از شهرها و روستاها جمع‌آوری نموده و در اردوگاه‌ها مستقر نمایند. این امر خصوصا در مناطق کردنشین ایران از جمله شهرهای مرزی استان کردستان و کرمانشاه با دقت بیشتری انجام شد. اگرچه در استان آذربایجان غربی نیز چنین کاری ترتیب داده شد، اما مقامات جمهوری اسلامی سیل آوارگان کرد را به عنوان فرصتی برای تغییر جمعیتی آذربایجان نیز ارزیابی می‌کردند. از این رو از سکونت و جایگیری آنان در شهرها و روستاهای آذربایجان ممانعت چندانی به عمل نیامد. این حفره امنیتی فقط در نفوذ و گرفتن اطلاعات نیست، در جهتگیری به تصمیم سازی ها هم گاهی هست.